این روزها خرید با پول نقد حسابی جای خودش رو به استفاده از کارت‌های بانکی داده. اما میدونین که ممکنه به دام کلاهبردارهایی بیفتین که کارت بانکیتون رو کپی میکنن؟ تصور کنید در جایی ناآشنا چیزی میخرین و میخواین با کارت بانکی پرداختش کنین، اما فروشنده دستگاه کارتخوانش رو جایی گذاشته که از دسترس و دید شما خارجه. شما هم کارت و رمز کارتتون رو به فروشنده میدید تا خودش پرداخت رو انجام بده، غافل از اینکه اون شخص در یک لحظه و دور از چشم شما از کارتتون کپی میگیره. و به همین سادگی این کلاهبردارها هم کارت شما رو دارن و هم رمز کارتتون رو. پس برای احتیاط موقع خرید با کارت حتما رمز را خودتان و با رعایت نکات ایمنی وارد کنید. این حق شماست. اگه امکان این کار وجود نداره و به فروشگاه کمی مشکوکین، شاید بهتر باشه نقد پرداخت کنید و از همه مهمتر رمز کارتتون رو به صورت دوره‌ای عوض کنید. یادتون نره کلاهبردارها برای سرقت اطلاعات بانکی شما منتظر غفلت شما هستند. از رمز و کارت بانکی خود محافظت کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه.